یکی اسکندری دور زمان است، دیگر در حسرت یک بردن آن است. یکی شاهی کند مثل سلیمان، دیگر طلبنده مانند گدایان. یکی را مال و ثروت بی حساب است، دیگر از گشنگی در اضطراب است. یکی در غفلت و در کیف خواب است، دیگر در محنت و رنج و عذاب است. زنانه از پی اندیشه گشته، زنانه فاسق و فاحشه گشته، زنی اندر فراق شوهرش سوخت، زنی ناموس خود با مال بفروخت. یکی را قیلووسی خو کباب است، دیگر با نیم نان و قلت آب است. یکی بی رنج و محنت مثل شاه است، دیگر هم رنج برد هم خاک راه است. یکی در بحر خواب با گل رخان داد، دیگر از گشنگی در راه جان داد. یکی اسکندری دور زمان است، دیگر در حسرت یک بردن آن است. یکی شاهی کند مثل سلیمان، دیگر طلبنده مانند گدایان. واقعا در این دور و زمانه انسانی هست که از مال و ثروت سیر و پور و دیگری هست که در کوچه طلبندگی میکند. الله تبارک و تعالی برای هر یک بنده رزق روزی حلال خود را نصیب گردانه و از کارهای پست و کسی زار شدن نگهبان باشد. پروردگار مهربان مدد و رحمت خودش از هیچ کس دریغ مداره و اون گناه های کبیره و صغیره که ما بنده های پرخطا و عاصی می کنیم با لطف و کریم خود مغفرت گرداند. پروردگار مهربان به کل نیت دین و دنیوی که در دلهای خود داریم برساند و هر نیت و هر اون دعایی که داریم جامعه عمل گرداند. پروردگار مهربان دعای های ما را مستجاب، گناه های ما را مغفرت و آخرین کار هر یک ما و شما را بخیر گرداند. پروردگار مهربان هر برادر و خواهر و پدر و مادرانی که در شهر مسافری قرار دارند و نیتی به وطن رفتن دارند صحت و سلامت به نزد اهل بیت برساند. پروردگار مهربان هم مردها و هم زنهایی که برای خطا می روند با لطف و کرم خود برای راست اهدنا الصراط المستقیم هدایت فرماید. پروردگار مهربان بین تمام مردم دنیا و علل خصوص بین مردم مسلمان دوستی و برادری و یکدیگر فهم را مستحکم گرداند و از بین ما فتنه کار و نابکار و بدبختان را نیست سازد و هر کسی که قصد یک انسان می کند پست گرداند. پروردگار مهربان از قصد کنندگان نگه دارد. پروردگار مهربان در زندگانی هر یک ما و شما فیض و برکات نصیب روزه گرداند و پدر و مادر ما و شما را عمری دراز از دردهای بی‌دوا رها گرداند. پروردگار مهربان بین هر یک ما و جوانان مهر و محبت برادر و خواهر را مستحکم گرداند و از راه شیطان، از وسواس شیطان لعین در حفظ و امانت خودش نگه دارد. و البته نگفته نماند که این مصرعی که در بالا شنیدین از سامانه اینترنت پیدا گردیده. متاسفانه بنده مؤلف این شعر را نمیدارم. پروردگار مهربان قلم این برادر را بر راه و در زندگانشان فیض و برکات نصیب روزی گرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با احترام دوست برادر شما امید رحمت. الله تبارک و تعالی یار نگهبان همه شما باشد.